بعد از نماز یکی از اساتید دانشگاه که با هم در دانشگاه تدریس میکردیم ما را میبینه، میگفت من خبر بد شنیدم که شما شیعه شدی. گفتم بله من شیعه شدم، جعفری شدم، 12 امامی شدم. گفت چرا؟ گفت من گفتم شما مکتب شما چی هست؟ گفت من مکتب امام مالک هست. گفت چرا شما مالکی هستی؟ این مسئله مهم هست، این خواستم ویژگی ربانیت هست، این خیلی مهمه. حجیت خیلی مهمه. یعنی اگر یک مکتب به خدا یعنی ربانیت نداشته باشد، این مکتب هیچ ارزش نخواهد داشت. ربانیت رنگ خدایی یک مکتب است که اگر یک مکتب ربانیت و حجیت نداشته باشد مشکله. مشکل ما در مکتب وهابیت و اهل این مشکله. ما میگفتیم که عدالت صحابه هست و عدالت یک مسئله دیگر هست. ما تفکیک نمی کردیم میان عدالت و حجیت است. عدالت مهم نیست. الان همه شما عدالت دارید ولی حجت نیستید. شما میتونید در دادگاه شاهد باشید به محض اینکه 2 نفر شما را معرفی کنند که این آدم عدالت داشته باشد. اگر عدالت در زمین نیست هیچ دادگاه و هیچ پرونده در جهان حل نخواهد شد. چون هم در امریکا و هم در جامعه مسیحیت و یهودیت اینا میگن مثلا برای حضور یک شاهد در دادگاه باید عدالت داشته باشد. ما میگفتیم از صحابه تبعیت میکنیم چون اینا عدالت داشته باشند. نمیشه، نشد. الان شما اصلا میتونید دین شما، اعتقادات شما از یک نفر اهل عدالت بود. عدالت کافی نیست. حجیت، کلمه قرآنی مقدس یعنی ربانیت، یعنی رنگ خدایی داشته باشد و الا مکتب ارزش نداشته باشد. مشکل ترین الان بزرگان اهل تسنن دارن به مکتب اهل بیت حرکت میکنند، همین مسئله هست، مسئله حجیت هست. اینا میگن از کجا؟ اگر فرض کنید که صحابه رسول اکرم با تقواترین صادق ترین آدم ها بودن، هیچ موقع دروغ نمیگوین، آدم های تقوا، صبر و اخلاق، همه اخلاق قرآنی داشته باشند، این دلیل نمیشه که اینا تبعیت کنیم. تبعیت از اینها باید دلیل این که خدا گفت از اینها تبعیت کنم. این مشکل بزرگ وهابیت است. اینها دلیل ندارن که گفته در قرآن، ولی شیعه در این دارن. اصلا رسول اکرم گفت بعد از من قرآن و اهل بیت است. این در کتب مقدس وهابیت و در کتب مقدس اهل تسنن اومده که رسول اکرم در کتاب صحیح مسلم که همسوی کتاب بخاری گفته بعد از من قرآن و اهل بیت است. بس واقعا ربانیت و رنگ خدایی در مکتب اهل بیت از همین حدیث اومده و از گفتار رسول اکرم بعد از من 12 امام هست. پس هیچ دلیل نداریم چرا ما شهر مذهب هستیم. این هیچ جواب نداریم. چرا منجوم نشدیم؟ چرا فقط از این؟ چرا؟ چون حکومت‌های عباسی در یک مقطع تاریخی گفتم فقط 4 مذهب است. هیچ دلیل غیر از کاخ آدم‌های مثل متوکل عباسی نداریم. مسئله برمیگرده به سیاست حکومت‌های پیشین هست و الا دلیل علمی برای تبعیت از این مکاتب نداریم.